در این اواخر مثلا در 2 سال گذشته ویدیوگرامی میبینیم که مجالس خرد و کوچک چند نفری راه اندازی میشه. حقشان است. راهپیمایی های چند نفری بر ضد طالب و بر ضد ظلم و استبداد در گوشه و کنار برگزار میشه. ولی خب یه حق مسلم هر کس است که چی کار میکنه در این محیطه که انسان آزادی عام و تام خود داره و اختیار خود داره که اقدام به هر کار میکنه. اما مشکل در این است که همین راهپیمایی های کوچک و یا مجالس کوچکی که برگزار میشه و بیشترش صورت واضحی توسط هموطنان تازه وارد ما که نمیفهم در افغانستان چند کتابی را اگر خواندند و با اساس کتاب ها که گرچه کتاب خواندن شعر معروف است که باید نهد شاخ پرزمیوه سر بر زمین، ولی چند کسان ببینید که چند کتاب خواندند و چند حرف شنیدن ولی خود با اون خواندن چند کتاب بسیار متفاوت‌تر از دیگران بینن، با یک دنیای کبر و غرور و اینا به دیگران می‌نگرند که کار شایسته نیست. عرض کنم که باید را درک کنن که هموطنان که تازه آمدن امتیاز نسبت به هموطنانی که در گذشته بودن هیچ ندارن. اگر وکیل هستن، وزیر هستن، رئیس هستن، معین هستن، هر کسی که هستین هیچ امتیاز با هموطنان گذشته ما ندارن، تا که هموطنان گذشته ما امتیاز نسبت به شما ندارن. در گذشته هم اینجا وزیر آمده، انجینیر آمده، استاد آمده، ژورنالیست آمده، خبرنگار آمده، هر کی آمده یک زندگی عادی خود شروع کردن. وزیرای ما اینجا آمدن تاکسی دریوری کردن، کارهای شاقه کردن، وکلا بودن، رئیسای شفاخانه بودن، انجینیرها بودن، استادای پانتون بودن و هیچ وقت هم فخر نفروختن بلای دیگرها که ما برادر تاکسی دریوری میکنم ولی من دیروز استاد پانتون بودم. چون زندگی اینجا متفاوت از زندگی وطن است و برای دوستایی که تازه هستند یکی دو سال آمدن و از دنیای کبر و غرور به دیگران نگاه میکنن، برای اونها هم میگیم چند سال بعد شما این چیزا رو فراموش میکنید، چون این زندگی تا آدم غرق میکنه، زندگی ماشینی که دیگه فراموش میکنه که چند کتاب خوانده بودی چند کتاب، ولی بهتر که از این دنیای کبر و غرور فرار کنن، با مردم خود باشن و یک اگه وزیر بودن یا وکیل بودن یا چی بودن فخر برای ما نفروشن. بین منایس هموطنان عادی ما در اینجا هم زندگی کنن، چون اکثریت وزرا در اونجا به اساس معامله و معادله بود، اکثریت وکلا به اساس معامله بود، پس هیچ امتیاز مردمی نیست که ما بگیم از آدرس مردم بعضی کارهای کردن و رفتن و انجام دادن. این ما مجبور شدیم بالاخره بعضی گپ بگیم، چون میبینیم کبر و غرور و خودخواهی و بلند پروازی قد زیاد شده که در یک محفل میدونن که باید القاب 5 دقیقه یک القاب برای یک فرد بتن که موضوع فرد ساچه. نه برادر، ما عادت ماست که میگیم محترم فلانی محترم فلانی. بین از این دنیا بگذاریم به دنیای حقیقی، پس مراجعه کنیم که همگی مهاجریم دیگه، نه وزیر هستیم و نه رئیس هستیم و نه معین هستیم و نه وکیل هستیم و هیچ چیز نیستیم، یک مهاجر یکسان با هم دیگر هستیم. و دیگه در مورد تورنتو باید بگویم که تورنتو فعالیت های سیاسی تورنتو بعد از افغانستان است، یعنی در جریان تقریبا 35 سال مبارزاتی که در اینجا صورت گرفته مبارزات مردمی بوده. اگر مظاهرات صورت گرفته به مظاهره اگر دقت شوه، پیش از درامی هالیوودی 15 آگوست 2021 و هزارها هموطن ما روی سر کار ریختن و به خاطر تطبیق عدالت اجتماعی فریاد بلند کردن. اما بعد از این 2 سال این تعداد هموطنای ما که آمدن اینا فقط یک خود از دیگران جدا حساب میکنن، با کسایی که دیروز بودن خود بالاتر حساب میکنن یا جدا حساب میکنن یا متفاوت حساب میکنن. اینا که آمدن بیشتر فعالیت ها اینا در رسانه‌های اجتماعی گرفتن و مظاهرات اینا کردن. 10 نفر 15 نفر اشتراک کرده و این 10-15 نفر اینا به نام افغان‌های تورنتو یا افغان‌های کانادا یاد کردن که کار شایسته نیست، توهین است به افغان‌های شجاع و دلیر و مبارزه که در سرزمین 35 سال به خاطر وطن خود صدا بلند کردن و به خاطر وطن خود وقت گذاشتند و رفتن. که امیدوارم بعد از این اگر کارهایی میکنن از آدرس یک دفتر از یک مجتمع اجتناب بگیرن و توهین برای
افغان‌های تورنتو نکنن، چون افغان‌های تورنتو یک سابقه بسیار طویل مبارزاتی در کانادا دارن، ثبت است در هر بخش، چه مسائل خیریه بوده، چه مسائل که مبارزه بوده، چه کمک رسانی ها بوده. یعنی دوستانی که در امریکا و کانادا و اروپا هستن از من ناراحت نشن، ولی تورنتو همیشه متمایزتر بوده و مردم در اینجا چون رسانه ها بیشتر بوده، فعالیت های اجتماعی بیشتر بوده، مردم حرکت بیشتر داشتن. اما آل میخواین که این حرکت ها رو محدود بسازن و بیخبر از این که برادر اول باید وزن خود آدم در اجتماع ببینه که چقدر وزن داریم، چقدر میتونیم که به اصطلاح مردم به سوی خود بکشونیم، بعد از این باز ما اقدام به کارهایی کنیم. و دیگه ای که جنجال های وطن، جنجال هایی که باعث مصیبت و بدبختی در وطن ما شد، باعث جدایی شد، باعث ازی شد که امروز وطنداران ما در داخل افغانستان بدترین، سیاه‌ترین و دشوارترین روزهای زندگی خود تجربه کنند. ولی آنانی که هموطنان ما را به نام قوم و قبیله و زبان و منطقه و اینا جدا می ساختن، امروز در بیرون زندگی آرام و بانشات دارن و هر روزشان به خوشی و شادمانی میگذره. این کار درست نیست. اختلافاتی را که در وطن داشتن، شما یادتانه در پارلمان صدا میزنن که من پشتون هستم، اون میگم من پشتون افغان نیستم، اون تو افغان هستی، اون میگم توی نیستی. روز اینا بیناگرامی در پارلمان سر و کله هم دیگر میزن، من نام نمیگیرم، شما باید میفشنید. ولی شب شما وقتی که میرفتین در اون پارلمان، شب همون کسایی که روز ملت به جان هم دیگر می انداختن، روز مردم به نام قوم و زبان و منطقه جدا میکردن، شب پیکای شراب خود بالا میکردن و سیگریتی های خود چالان میکردن و به سلامتی یکدیگر خود اینا خنده میکردن و میخندن که ملت چنین بازی چیز ساختن تا خود از اینا زندگی بی‌آبرو و بی عزت داشته باشن. و چنین اما یک تعداد از اون افراد به بیرون آمدن، به اروپا و به کانادا و به امریکا آمدن، باز هم همون روش غیر ملی را اینا میخوان ادامه بدن. ملت به جان همدیگر به نام قوم و قبیله و منطقه و زبان پرتن، من ای هستم تو نیستی، تو ای هستی من نیستم، که این کار شایسته نیست. ما با وجود که جنجال های قومی در تورنتو بوده هست، ولی او قدر بزرگ نبوده. ما هموطنان ما اگرچه که به نام قوم در بعض جای یاد میشن، اما بخصوصا در تورنتوی بزرگ ما یک گذشته بسیار خوبه داریم. تمام اختلافات اگه وجود داشته در کارهای اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، همه مشترکاً کار کردن، تفاوت‌ها را کنار گذاشتن. و ما دی دوستایی که با تفاوت‌ها در وطن زندگی کردن، چی اینجا چی در امریکا، در اروپا، تقاضا میکنیم، خواهش میکنیم، و نیست یک هموطن تقاضا میکنیم او اختلافات را که شما زدین که وطن تباه ساختین، این اختلافات در بیرون کش نکنین. میبینیم که امروز به اصطلاح بسیار ساده در یکی از ولسوالی‌ها یا ایالت‌های امی کانادا دو گروه ساخته شده، یکی گروه چرسی‌ها، یکی گروه شرابی‌ها، که اینا وقتی که در حالت عادی می باشن مشکلات روزگار یا را کشف میکنه، ولی در حالت غیر نرمال میشه، باز اینمی جنگ‌های جدایی و جنگ‌های تو کی هستی و مکی هستم. و برادرها سر به گریبان کنین، همی حرکت ها، همی فعالیت ها، همی حرفایی که شما زدین، اما درد ملت که دوا کرد چی بود؟ آیا امروز شما واقعا جرأت از ایران دارین که در کنار مردمتان نساد شوین؟ در کنار مردم نیستین. ملت به تباهی شد، یک برابر یک بلس جای در افغانستان برای ما شما باقی نماندی که طالب بگه که طالب است. طالب هم کجا 80% از اینا کجا افغان است؟ ما بگیم که همونا هم افغان هستن و هموطن ما هستن. خب وطن ما امروز اشغال است به طور غیر مستقیم. اما بیاین بگذاریم دیگه از این جنجال ها دیگه مردم به جان همدیگر نیندازیم، به نام قوم و به نام قبیله دیگه نندازیم. ما در تورنتو زندگی صلح‌آمیز داشتیم، زندگی صلح‌آمیز میخواهیم و این زندگی را ادامه میدیم و هر هموطن از هر قوم و زبان و منطقه که باشه، از هر حزب و حرکت که باشه، وقتی چنین چی رو بلند کنن، همونطور که در طول 30 سال ما بر ضد متعصبین قومی از هر قوم و قبیله بودم فعالیت کردیم، بعد از این هم بکنیم. بذارید که چهارسوای مردم در همینجا آرام زندگی کنن. شما صفتان جدا کنین، کسایی که جدایی طلب هستین، کسایی که نمیتونین با همدیگر جور بین، اما از آدرس ملت چیز نگوین.
از آدرس مردم نبینید، چون صداهای فردی است. چی اگه پشتون است، چی تاجیک است، چی ازبک است، چی هزار است. این صدای ملی نیست، صدای یک ملت نیست. وقتی که نیست برش از تمام شما در هر کجا که هستیم خواهش میکنیم وطن حالت بیرون شبیه حالت وطن نزدین که مردم به سر و قنه همدیگر به نام قوم و قبیله بزنن و شما در یک گوشی راحت بنشینین و تماشاگر باشین و بدبختی مردم سعی کنین. امیدوار هستم که به گوش تمام هموطنان رسیده باشه و درک کرده باشن که کاسه صبر مردم در بیرون از افغانستان و در داخل افغانستان لبریز شده از سیاسیون معامله‌گر فرصت طلب. حرف آخر ما بعد از درامی هالیوودی 15 آگوست 2024 بیننده گرامی و وقتی که دولت دو دسته در اثر توطئه و خیانت تیم خلیلزاد که در این تیم شامل کرزی است، شامل اشرف غنی است، اطمر است، زاخلوال است، جلالی است، همگی از ایناست، یک نفر نیست، یک تیم بسته یا نکال بود که با عزت آبروی افغانستان اینا بازی کردن. تمام درها بسته شد، یک راه باز گذاشتن که مشکل زنها چیش میشه. زنها باید به کار برن، زنها باید از مکتب برن، زنها باید از محیط خانه بیرون شون و یک بهانه و یک فرصت بود برای امتیازگیری های بیشتر طالب ها و هر کسی که چنین درخواست میکنه به این معنی است که برای دوام امی اداره خونخوار کار میکنن. و امروز هم آیسته است، ما گفته بودیم قبلا هم که طالب بالاخره این دریچه را باز میکنه. وقتی این دریچه باز شد و این آزادی را داد، بود مشکل افغانستان آیا حل شد؟ این کسایی که ادعا میکنن که تنها مشکل زن هاست، آیا دیگه مشکلی در اونجا وجود نداره؟ یه همه جنایات و قتل های هدفمند و کوچ های اجباری و اینایی که صورت گرفت، اینا دیگه مشکل نیست؟ این امروز طالب ها برای اولین بار اعلان کردن که به شمولیت دخترها در انستیتوت های طبی در 11 ولایت افغانستان اینا اجازه دادن. این خبرگزاری دولتی باختر که زیر کنترل طالباست امروز نشر کرد. در خبر آمده که در ولایت کاپیسا، پروان، پنجشیر، بدخشان، میدان وردک، غزنی، پکتیکا، پکتیا، لوگر، خوست و بامیان دختران فارغ از صنف 12 برای شمولیت در انستیتوت های طبی دولتی نامزدی کردن میتونن. گزارش میگه که وزارت صحت عامه حکومت طالبان بر ریاست های صحت عامه این ولایت دستور داده که دختران فارغ از صنف 12 را در این انستیتوت ها جذب کنند. خبرگزاری باختر درباره جذب این دختران به دیگر مؤسسات تحصیلات عالی چیزی نگفته و این خبر اول است، یعنی دروازه باز شد. ببین در اینجا یک نقطه باریکی هم است. فارغان صنف 12 فارغای ما شما 3 سال است که فارغ صنف 12 نداریم و اکثریت فارغای ما که مغزای وطن بیرون رفت. پس قدم بعدی از اینا چی هست که اینا خب درهای مکاتب برای دخترها باز است از صنف 6 تا 12. این مشکل رفع شد. آیا دیگه طالب دیگه مردم افغانستان با طالب دیگه مشکل نداره؟ به هر حال دیده شد حوادث بعدی برای ما پاسخ خود گفت که چی بازی های دیگه را طراحان قضیه افغانستان برای ما در نظر گرفتن تا ما ببینیم. ولی بدبختی در اینجاست که ما همهش دیدیم ولی از تاریخ تجربه نگرفتیم، از تاریخ نیاموختیم. 44 سال حوادث کشور درس بزرگی برای ما بود، یک دانشگاه بود برای ما که باید می آموختیم. نواقصی که در زندگی ما باعث بدبختی و مصیبت بود باید اون تشخیص میکردیم، یک طرف میزدیم و به خاطر یک فردای عاری از تمام مسائل بدبختی کار میکردیم. ما ملت هستیم که فقط تاریخ میخوانیم ولی تجربه نمیگیریم.